من یک کفتر داشتم، سوگلی من بود، گم شد. هر جای گشتیم پیدا نکردیم. تو داخل یک کفتردونه کنج حیاط بود، ما کبوترها رو اونجا میذاشتیم، هنوزم همونجا. این کفتر گم شد دیگه، در همسایه اینور اونور. یه روز من تو حیاط بودم، داشتم آب میدادم این باغچه و درخت رو، دیدم یه جفت چشم ته این کفتردونی داره به من نگاه میکنه. گفتم خدای این چی؟ رفتم. جناب کاردان، یه لایه ما گلدونای کوچیک گذاشته بودیم، با دیوار یه وجب فاصله داشت. این کفتر افتاد و جفتش 5 روز 6 روز کنار این نشست. اگر ما دوربین داشتیم شاید این جفتش بهش غذا هم میداد. این حیوان رو من از اون تو در آوردم، جفتش از خوشحالی بال میزد، میگشت دور من. عشق. اون وقت کفتر یه همچه کاری نسبت به هم نوعش میکنه. آدم چجوری میتونه یه نفر دیگر رو از زندگی محروم کنه؟ اون وقت من بی تفاوت باشم جناب کاردان، برم احتکار بکنم که قابل احترام هستین احساسات شما آقای دکتر، و من هم اجازه بدید به نوبه خودم تعجب کنم چجوریه که مرغ تسبیح گوی و من خاموش. اینقدر راحت یه جنسی که باید بفروشیم 5 تومن به یکی میدیم 8 تومن، به یکی میدیم 12 تومن، یا اونهایی که میلیاردی دارن جارو میکنن و میبرن. و امیدوارم بیدار شده باشیم، چون برخلاف اون چیزی که به نظر میاد زندگی خیلی کوتاهه. دوستان عزیزم، همیهنان عزیزم، خدا شاهده نمیدونم کی 63 سالم شد. یعنی شاید یک هفته بر من سخت گذشته، 2 سال بر من سخت گذشته، یا مثلا در یه جایی بودم که شرایط مناسب نبوده 6 ماه بعد گذروندم، ولی نفهمیدم 63 سال کی گذشت. جمعش یهو تمام میشه، خبری نیست. شما به هر حال هر چقدر پول داشته باشین 2 تا لباس بیشتر در روز نمیپوشین. هر چقدر پول توی بانک داشته باشین همون مقدار که تو جیبتونه دارید، بقیهش تو بانکه. 10,000 تا خونه داشته باشین همون که توش نشستین دارید، بقیهش خالیه. یه دونه ران مرغ بیشتر نمیتونیم بخوریم. کجا داریم میریم؟ چی کار داریم میکنیم؟ چگونه میشه انسان ببینه هم نوعش گرسنه، هم نوعش گرفتاره و جالبه که بتونه کمک کنه ها. اون که دستش خالیه من کاری ندارم، البته اونا تازه بخشنده ترم هستن. آنان که غنی ترند محتاج ترند. اونی که دستش به دهنش میرسه داره واسه نسل‌های آینده‌اش. اون چطور آرام میشینه و شب سر راحت روی بالش میذاره میخوابه، در حالی که میدونه هموطنش الان به خاطر گرسنگی فرزندش زجر داره میکشه.